यकी از منکرات و گناهان کبیره که مروزی ظاهر و آشکار بوده و رواج پیدا کرده و حالان که یکی از گناهان بسیار بزرگ و مهلکات خون ریزی و خون ناحق و قاتل نفس مروزی. متاسفانه مسلمان به اندازه جرأت پیدا کرده که برات مسلمان وتا با یک ادنایی چیزی آیی به قاتل برسیند و خون ناحق بکن و ای خون ناحق جرمی چنان سنگینه. وقتی که ما آیات چاریم احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چاریم قاتل و خون ناحق کا گناهی چنان سنگینه که ایش قابل بخشش نہیں. قرآن مجید بیان فرمائنید ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. ہر کسی کے ومن قتل نفسا بغیر نفس کسی کے قاتل کو کشتی یک مسلمانی را بدون شائی کے قاتل ببود یعنی قصاص دربارے قصاص آئی نہیں قاتل آئی برای اجرائے قصاص نہیں بدون عشق کثیر کشتا عرب کشید اور فساد فی الارض آئی کہ بدون عشق آشاق سے کشک اب فساد بکن آئی مرتکب ارتداد ببود یا ایک آئی مرتکب فحشا ببود کہ بعض ہم حکومت اسلامی باید آرہ مجازات بکن بدون فساد و بدون قاتل نفس. اگر یک مسلمان را ناحق و نادین بکشید فکأنما قتل الناس جمیعا. اللہ فرمانے ایک قاتل چنان سنگین گویا تمام مردمانی به قاتل رسید.